تو راه روم، صدایت را بشنوم، مژده خوش نجاتت را همه جا رسانم. خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت را بشنوم، مژده خوش نجاتت را همه جا رسانم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا. خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا. خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. سپس خداوند موسی و هارون را خطاب کرده گفت: تا به کی این جماعت شریر بر من همهمه می کنند؟ همهمه بنی اسرائیل را که بر ضد من شکایت می کنند شنیدم. به ایشان بگو خداوند چنین می فرماید: به حیات خود سوگند که مطابق آنچه در گوش من گفتید با شما عمل خواهم کرد. اجساد شما در این صحرا خواهد افتاد، یعنی همه شمارش شدگان شما از 20 ساله و بالاتر که بر من همهمه کردید. هیچ یک از شما به سرزمینی که به دست افراشته سوگند خوردم شما را در آن ساکن گردانم داخل نخواهید شد، مگر کالیب پسر یفونه و یوشع پسر نون. اما اطفال شما که گفتید به یغما برده خواهند شد، ایشان را بدانجا در خواهم آورد و ایشان سرزمینی را که شما رد کردید خواهند شناخت. ولی شما اجسادتان در این بیابان خواهد افتاد و فرزندانتان به سبب بیوفایی شما رنج خواهند کشید و 40 سال در بیابان چوپانی خواهند کرد تا آنکه اجساد آخرین نفرات شما در بیابان بیفتد. و اما مردانی که موسی به تجسس زمین فرستاده بود، آنان که بازگشتند و با انتشار اخبار بد درباره آن سرزمین تمامی جماعت را از او گله‌مند ساختند، آری آن مردان که درباره آن سرزمین اخبار بد منتشر کردند در حضور خداوند از بلا مردند. فقط یوشع پسر نون و کالیب پسر یفونه از میان مردانی که به تجسس زمین رفته بودند زنده ماندند. چون موسی تمامی این سخنان را به بنی اسرائیل گفت، قوم ماتم بسیار کردند. آنان صبح زود برخاسته به بلندی های کوهستان برآمده گفتند: اینک حاضریم، ما به مکانی که خداوند وعده داده است خواهیم رفت، زیرا گناه کرده ایم. ولی موسی گفت: چرا از فرمان خداوند تجاوز می کنید؟ این کار سرانجامی نخواهد داشت. مروید، زیرا خدا در بین شما نیست
مبادا در برابر دشمنان خود شکست بخورید، زیرا عمالیقیان و کنعانیان آنجا در برابر شما خواهند بود و شما به شمشیر خواهید افتاد. از آن رو که از پیروی خداوند رو گردانیده اید، خداوند با شما نخواهد بود. اما آنان با تکبر به بلندی‌های کوهستان برآمدند، هرچند نه صندوق عهد خداوند و نه موسی از میان اردوگاه حرکت نکردند. آنگاه عمالیقیان و کنعانیان که در آن کوهستان میزیستند فرود آمدند و ایشان را تا به حرما در هم کوبیده شکست دادند.